سلام به دوستداران خرد و تفکر به آکادمی حقیقت خوش اومدید. ما امروز و در این بخش از چنل یوتیوب آکادمی حقیقت قصد داریم تا درباره یکی از مهمترین، بهترین و به درد بخورترین جریان‌های فلسفی تاریخ یعنی رواقیگری صحبت کنیم. پس اگر می‌خواید بیشتر از قبل درباره رواقیون بدونید، در ادامه همراه ما باشید. رواقیگری مثل بیشتر جریان‌های فلسفی تاریخ به یونان قدیم و روم برمیگرده، یعنی سال 480 میلادی. این جریان فلسفی برخلاف دیگر جریانات فلسفی نه تنها میان عده‌ای خاص بلکه میان تمام طبقات جامعه محبوب بود. دلیل این محبوبیت هم به این موضوع برمیگرده که فلسفه رواقیون بسیار مفید و به درد بخور بود. بیشتر آموزه های رواقیون معطوف به فیلسوف بزرگ رومی یعنی سنکاست. شخص دوم در این لیست که به شکل‌گیری اندیشه های رواقیگری کمک شایانی کرد پادشاه رومی مارکوس اورلیوس بود. اما چیزی که باعث شد رواقیگری به زندگی مردم راه یافته و به اونها کمک کنه نظریه این فلاسفه درباره مسائل انسانی و روزمره مثل اضطراب و خشم و ترس بود. بر فرض مثال ما وقتی ناراحت، مضطرب و عصبی هستیم بسیاری از مردم به سمت ما میان تا مثلا ما رو آروم کنن. اونها سعی میکنن تا با سرهم کردن هر دروغی حال ما رو بهتر کنن، اما رواقیون از این کار متنفر بودن. اونها از کلمه امید و معنای امید تنفر داشتن. هر چیزی که بخواد به هنگام استرس به ما امید بده مورد تنفر رواقیون واقع شد. رواقیون معتقد هستند که امید همچون یک مخدره. اونها میگن هر کسی که میخواد به آرامش درون و زندگی ارزشمند دست پیدا کنه باید امید رو کنار بگذاره. رواقیون بر این باورن که امید به دروغ انسان رو بالا برده و در نهایت باعث سقوط اون خواهد شد. رواقیون به جای امید پیشنهاد دیگه‌ای داشتن. اونها میگفتن که باید با واقعیت تلخ زندگی روبرو شده و حقیقت رو به خودمون بگیم. من ممکنه به زندان بیافتم، ممکنه شکست بخورم، ممکنه از کار اخراج بشم، فقیر بشم، اما یک امای بزرگ و مهم از دید رواقیون، اما با تمامی بدبختی ها دیر یا زود همه چیز رو به راه خواهد شد، چرا که همچون گفته مارکوس اورلیوس همه ما قوی‌تر از اون چه فکر میکنیم هستیم. درسته که زندان دردناک خواهد بود، از دست دادن شغل سخت خواهد بود، اما ما میتونیم از پس این روزهای سخت بر بیاییم. و اگر به هیچ روشی نتونستیم با مشکل کنار بیاییم، رواقیون یک راه دیگه جلوی پای ما میذارن: خودکشی. سنکا فیلسوف رواقی میگه آیا نمیتوانید مسیرهای رسیدن به آزادی و خوشنودی را ببینید؟ فقط کافی است که رگ خود را بزنید. البته رواقیون برخلاف بیشتر فلسفه های یونانی کلمه محور نبوده و به ما پیشنهاد تمریناتی رو هم میدن. تمریناتی که قدرت تحمل ما رو بالا خواهد برد. اونها پیشنهاد میدن که هر از گاهی بدترین سناریو رو تمرین کنیم تا برای رسیدن اون روز آماده باشیم. مثلا 2 روز چیزی نخور، 1 روز آب نخور، روی زمین سخت بخواب، با لباسهای پاره توی خیابون راه برو. وقتی که از مارکوس اورلیوس درباره این تمرینات سخت سوال شد، او پاسخی ماتریالیسمی داد. کسی که هستی را درک کرده می‌داند که برای زندگی سعادتمند هیچ نیازی به هیچ چیز مادی نیست. موضوع دیگه‌ای که توجه رواقیون رو به خودش جلب کرده بود مسئله خشمه. رواقیون معتقد بودند
که دلیل خشم هیچ چیزی نیست مگر نادانی خود بشر. نادانی برای تصور غلط از زندگی. در نظر اونها خشم ناشی از امید واهی در مقابل با واقعیت‌های تلخ زندگیه. ما فریاد نمیزنیم مگر اینکه اتفاقی غیر منتظره رخ بده. بر فرض مثال ما در فصل زمستون از بارش برف خشمگین و عصبی نشده و بر سر زمین و آسمون فریاد نمیزنیم. چرا؟ چون انتظار باریدن برف در زمستون رو داریم. همین انتظار باید برای همه چیز یکسان باشه. ما باید انتظار خیانت، ورشکستگی، بیماری، شکست عشقی و هر چیز بد دیگر رو هم داشته باشیم. چرا که وقتی فرد از واقعیت‌های هولناک زندگی آگاه شده و انتظار اونها رو بکشه، خشمگین نخواهد شد. بر باور رواقیون هدف یک انسان خردمند باید این باشه که هیچ چیزی نتونه در یک لحظه آرامش اون رو به هم بزنه. هر فاجعه‌ای باید از قبل پیش بینی بشه. بر فرض مثال سنکا رو در نظر بگیرید. سنکا مربی پادشاه دیوانه روم یعنی نرون بود. نرون دیوانه روزی به سنکا دستور میده که خودش رو بکشه و اگر چنین نکنه هم خودش و هم خانوادش به فجیع ترین شکل ممکن کشته خواهند شد. سنکا بلند شده و به سمت مرگ رفت. همسر و فرزندانش گریه کنان پاهای اون رو بغل کرده بودند. سنکا رو به خانواده خود کرده و گفت مرگ من بخشی از زندگی است. چرا برای بخشی از زندگی اشک می‌ریزید؟ این کل زندگی است که باید برای آن اشک ریخت. در پایان ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. ما امروز و در این ویدیو سعی کردیم تا کمی درباره فلسفه رواقیون و اخلاق و همچنین زندگی ارزشمند در نظر اونها صحبت کنیم. امیدواریم که با تکیه بر آموزه‌های رواقیگری زندگی بهتر و طبیعی تری داشته باشید. همچنین لازم به ذکره که کانال ما پر از ویدیوهای آموزشی فلسفه و تاریخه که ما در اونها سعی کردیم به زبان ساده و عام سخت‌ترین فلسفه ها رو به شما دوستان آموزش بدیم و سعی کنید سری به آرشیو ما هم بزنید. ممنون.